مادر جان. آزاد چی کردی بچه؟ از علی کدام خبر به دست آوردی؟ بله خبر شدم که کجاست. در مقابل قرضای علی پیشنهاد کردن که یک سند باید امرایشان امضا کنم. ما رو میرم که علی را بگیرم. خدا را زار باش. شما تشویش نکنید مادر جان. بچه شما یگانه یادگار پدرتون هستید. شکر که تو هستی. شما همچنان. خب دیگه زیاد تشویش نکنین. این روزام تیر خواهد شد. اگه تو نباشی نمیفهمم که چی خود کردم. تو دست پایی خانه هستی جان مادر. خدا تو را در پناه خود داشته باشه. مادر من علی را به پلیس تسلیم میکنم. شب باز پیشتان میایم. شما را تنها مانده نمیتونم. تشویش نکنید. درست است بچه. خداحافظ. شما آمدین؟ ها بته با ما. آی جمال نواسم برکت خانه ما. تو هستی، زندگیم هستی، جانم هستی. بی وقتی تو خنده میکنی تمام ما خوش می باشیم بچه. تو خوشی خانواده هستی. مادر بیایید براتون یک چیز نشان میدم. اینجا چی کنیم؟ چرا من اینجا وردی؟ خانه هایی که در آدانا سوناره میبینیم. حالا بیاین بشینیم. دخترم در کامپیوتر خود درست معلوم نمیشه. لطفاً مادر جان فقط یک بار میبینیم. عکسای اونجا را برام نشان بتین. خب درست است. حالا روشنش کن. چه قسم روشن میشه؟ اینجا را باید فشار بدی. درست است. درست است. اوه کی به محل غریبانه ما آمده؟ اسناد آماده که امضایش کنم. سیفو علی کجاست؟ باید اول او را ببینم. ایره ببینین مادر، در نزدیکش مکتبم هست. چقدر خوب میشه. باغچه‌شان بسیار کلان است. یکم نامنظم است اما خیر است. همراه قاضات در درست جورش میکنیم. بعدن باز بادنجان رومی و مرچم گشت میکنیم. راست میگی؟ میبینم که آزاده شریک ساختی امرت زهرا. تو حالی میگی که مادرم دختر شهری از درباره زراعت چیز نمیفهمه. نه خیر، اما شما واقعا درباره زراعت میفهمین؟ نمیفهمم. اما میتونم یاد بگیرم با شرطه که شما برام یاد بدین. یاد میتین؟ شما اینجاستین؟ بیا جانم، خانه کرایی آدانا را میبینیم. یکیش از یاد خوش کردیم. بله بیاین شما ببینین، بسیار مقبول است. مال دیگه باید برم، کم کار دارم زهرا جان. همه چیز خوب است. انشالله همه چیز خوب میشه. باز خود دی ملکه. درست از جانم، باز میبینیم. مادر اینجا را ببینین. بسیار مقبول است. بسیار مقبول است. این کارتان دیگه چی معنا داره؟ این کار ما مختص به خود ماست. چند لحظه بعد از بین میری. آخرین دوایت بکن. ما خوی قسم تفاهم نکنه بودیم. ما پولتانم میپردازم. اما نو وقت کردی. من همراه یک کس دیگه معامله کردم. ایر از اینجا ببرین کارش خلاص کن و در یک جای گوشه بندازینش بدون اینکه کس خبر شود. الاکو اول باید علی را آزاد کنیم.
خیرت است. چرا مرا به عجله اینجا خواستی؟ تو چطور این کار کدام میتونی بیادر؟ چندین سال است که تو با اونا یک جای یک خونه زندگی میکنی. تو چطور خیانت دقشان کدام میتونی؟ تو درباره چی گپ میزنی؟ لطفا خدا بی خبر نگیری. من خبر شدم که شما برای کرمانیا چی نقشه کشیدین بیادر. کسی با تو یاد نداده که حرام خوردن سبب از بین رفتن خودش میشه. پیغمبر ما گفته کسی که یک لقمه حرام بخوره تا 40 روز دعای قبول نمیشه. پس چرا این کارا میکنه؟ بان که مال و جایداد اونا پیش خودشان باشه، او مال به تو خیر رسانده نمیتونه. خاله فاطمه به تو گفته به گپایش چرا گوش نکردی بیادر؟ یعنی ما هیچ کدام حقی ندارم؟ ها؟ هیچ؟ اینقدر سال به خاطر اونا کار کردم، عرق ریختم، یک لیرام نداده مرا از خانه بیرون کردن. حالا نوبت ما هست زینب. حالا ما سر اونا دل نمیسوزم. وقت فهمیدم که یک بیادر دارم زیاد خوش شده بودم. میخواستم او را پیدا کنم و سالهایی که ازم دیگه جدا بودیم و دور بودیم تلافی کنم. اما وقت فهمیدم که بیادرم تو هسته بسیار ناراحت شدم. باور کن با تمام بدیهایی که تو در حق دیگرها انجام دادی بازم کوشش کردم که تو را در قلب خود جای بدم، تو را دوست داشته باشم بیادر. فکر میکردم که گذشته خود تیر شد. امکان داره بیادرم بعد از یک انسان بسیار خوب شود، دیگه برای کسی ضرر نرسانم. اما نه، بیادرم از ظالم است، بی وجدان شده، یک آدم بسیار به احساس است. هیچ وقت خوبی کسی نمیخواه، فکر میکنه چه قسم بدی خود برسانه. اگر میفهمیدم توی قسم یک آدم هستی، به خاطر پیدا کردن تو قدر دعا نمیکردم بیادر. علی تو را چی شده؟ حیف است به خاطر یک قسم یک شخص جان خدا فدا کنی، ارزشش نداره. علی به خود بیا، صدای من میشنوی علی؟ نه حق خود خسته نساز. او هیچ وقت به خود نمیبینه که زیاد مواد استفاده کرده. تو زود همراه بیادرت خداحافظی کو که من کار خدا خلاص کنم. علی معلوم میشه که خانم دکتر هیچ قهوه نمی نوشه. قهوه در پشت سر الماری مانده بود. یک کم دیگه هم صبر کن، در یک چند روز دیگه دوران کل کار حل میکنه. به زودی پس به قصر خود رفته انشالله. آن آمد. نه که امروز مریض نداشتی. تو در این وقت در خانه چی میکنی؟ شما چه قسم انسان هستین ها؟ هیچ وجدان و هیچ احساس ندارین. چه قسم هستی؟ تو چی میگی؟ چی چطیات گفتم میری دختر؟ شما مستحق بیشتر از این هستی. کاش که من هیچ مخالفات من رو برو نمی شدم. کاش که بیادر من او بزرگ نمی کرد. او وقت قسم یک شخص ظالم و بیرحم و دوست نمی شد انسان خوب می طرف ما بیبی گپتا سنجیده بزن. نه دوران دوز است و نه ما. این گپا را کسی که برات گفته دروغ گفته، فهمیدی؟ در اصل خوش ما برای همه که دروغ میگین و با این دروغایتان فقط میتونین خدا فریب بتین و بس. اگر تنها خدا فریب میدادیم حال تمام مال و جایداد کرمانیا را به دست نمی آوردیم. درست است شما امروز برنده شدین، اما فردا حتما سزای این کارتان میپردازین، فهمیدین؟ هم بیادر ما هم شما نمیتونین به قدر آسانی حق کسی را بخورین. جزای این کارتان حتما میپردازین. آل از خانه ما برین گم شوید. در خانه ما به آدمای مثل شما جایی نیست.
علی چشمایت باز کن. علی با قصر پیش مادرم برو. علی چشمایت باز کن لطفا. بس از دیگه بس است. وقتی بیادرت به هوش آمد باز من گپا رو براش میگم. تو چی میکنی احمق؟ این کارا نکو. با اونا بگو که اسلحه‌شون بندازن. تو فکر میکنی که از اینجا صحیح و سلامت بیرون شده میتونی ها؟ اسلحه‌تون بندازین. اگر این مغزی را باد میکنم بندازین. مادر این خانه را ببینین. از این خانه دریا رو دیده میتونیم. یک بار قسمت تصور کنیم که در بیرون طرف دریا دیده صبحانه میخوریم. وقت اونجا رفتیم تمامشان دانه دانه میبینیم. هر کدامش که تو خوش کردی باز امور میگیریم. درست است؟ مادر میشه که امروز بریم ببینیم؟ من بسیار هیجانی هستم. دخترم آزاد امروز هیچ بیکار نیست که بره امرای ما. وقت شب خانه آمد ازش میپرسیم. درست است؟ خب پس نمیشه با آقازاد زنگ بزنیم و ازش بپرسیم؟ دخترم او را حالا نباید ناراحت بسازیم. تا فردا صبر کن. درست است؟ بیا که ببینیم. اسلحه‌تون رو بندازین. اونا را این طرف تله کنه. شما دور شوید. علی تو همراه ما بیا. مادر اگه آقا آزاد زیاد کار داشته باشه یا هم تا وقتی که ما بریم اگه خانه را کسی دیگه بگیره باز؟ تشویش نکن دخترم. اگه خانه در نصیب ما باشه بدون ما هیچ کس گرفتن نمیتونه. و ها اگه فردا بیکار نباشه باز آخر هفته حتما با دانا میریم. انشالله آقا آزاد فردا بیکار می باشه. فردا میریم. بله قبل از اینکه آزاد بیایه برای نان شب یگان چیز باید آماده کنیم. حالا بیا که بریم. تو هم بیا دخترم. مادر صبر کنین. اول باید آماده تان بسازیم. کاملا منظم هستین. از اینکه زیاد متوجه ما هستین خدا کاملا فراموش کردین. چشمای من بدون تو هیچ چیز نمیبینه دخترم. پس بیاین مادر. لباستون رو من انتخاب میکنم. درست است. زود باش. از راه دور برو. تا مسئله تا پایین بنداز. اگه رئیس از بین میبرم. را برو. کوشش نکنین که اسب شما بیاین. اگه رئیس تانو از بین میبرم. را برو. دور بخو. کوشش نکن که کار کنی. علی تو هم کمی تیزتر بیا. اینه پیدایش کردم. مادر جان ای را بپوشین براتان زیاد میزیبه. دخترم به خاطر امشب ای زیاد فشنی نیست. هیچ نیست. حالا دیگه مادر جان لطفا وقتی آقا آزاد شما را ببینه بسیار خوش میشه. بسیار مقبول میشه. خب درست است. بله خانسای یکی از نفرهای تکین هستم. چی شد؟ کار آزاده خلاص کردین؟ نخیر خانسای آزاد بسیار هوشیار برآمد. کار سرچه فقط تکینه همراه خود گرفته رفت. دیگه مرا کجا میبری آزاد خان؟ حال خود زیاد دور شدیم دیگه. تو خونه جات پیدا کردی. چرا مرا رهانه میکنی؟ میخوای چی کنی؟ میخوای که دیگه مرا کجا ببری؟ ها؟ تا به جهنم همراهت هستم. همینجا استاد چا؟ تو مرا از بین میبری؟ تو خونه نجات پیدا کردی و بیادر خورترکتم نجات دادی. دیگه از این چی میخوای آزاد؟ فقط یک جواب. کی برات گفت که مرا از بین ببر؟ خان صاحب کجا میرین؟ من شما رو برسانم. تو با کارت برس، من خودم حلش میکنم.
شما چقدر مقبول هستین، مثل ملکه واقعی. زیاد شباهت به ملکه ها داره. وها وقتی اونجا بریم دیگه مقبول میشین. دیگه هیچ گریه نکنین، درست است؟ همین قسم همیشه خنده کنین. وقت تو خوش باشی من خنده خواد کردم. بعد از این همیشه خنده خواد کردیم. تو ما و آزاد هر سه ما زیاد خوش می باشیم. ببینین ما براتون گفته بودم شما زیاد مقبول هستین. حالا دیگه تو خو میخواستی که رهایت کنم. جواب مربطه باز برو. من تا شام منتظر بودن نمیتونم. اگر گپ میزنی پس بزن، اگر نه من میفهم که چه قسم سر گپ بیارمت. ما را در بینتان دخیل نسازین. تو وقت دخیل شدی، بگو و خدا از جنجال نجات بده. دشمن تو از تو دور نیست، کسی است که به تو بسیار نزدیک است. دوران است. دوران امر قتل مرا به تو داد، اما تو نیست. آره خوب فهمیدی. ما باید امی که آمده بودی تو را همراه بیادر لودیت از بین می بردم، اما اشتباه خودم بود که تال دادم. تا وقتی که ما از اینجا دور میشم تو همینجا استراحت کن، بعداً باز افراد تا به تعقیبم روان کن. علی بیادر جان بخیر که میریم. زود باش علی. حالا چی خود کردیم مادر؟ کجا بریم؟ به هتل بریم؟ نه خیر، هر قسمه که باشه زودتر باید به قصر بریم. نباید دیگه جای دیده شویم. زود بیاله. خب تو وقت کجا می باشیم ها؟ در سرک باشیم؟ صبر کو که به دوران زنگ بزنم تا او هم بفهمه که خواهرش با ما چی کرده. مادر حالا وقتش نیست، باز بسانتر زنگ بزنیم. دوران بچیم، خواهرت ما را از خانه کشید. ما در روی سرک هستیم. درست است، خوب است. بچیم تو گپای ما هیچ نشنیدی؟ میگم که زینب ما را از خانه بیرون کرد. حالا ما چی کنیم؟ کجا بریم؟ هر جایی که میرین برین، حالا ما چیز کده دوران بچیم کدام مشکلی داری؟ چطور؟ بله دارم مادر، دارم و بسیار یک مشکل بزرگ. آزاد از پیش اون فرافر. نوش جانتان، چای تازه آوردیم براتان. بفرمایین. چای تازه براتان آوردیم، بسیار مزه‌دار است. نوش جانتان، بفرمایین بنوشین. آتی بفرما. چی گپ است؟ بگو نه. ما بسیار مقبول شدیم، اما تو نیست هتل. خب بله. ما چی شده؟ با کدام عروسی میری؟ امام خوشت انشالله. اول باید با هم نان بخوریم. تو امر ما وعده کرده بودی ای که با هم نان میخوریم. فراموش خود نکردی اما تو نیست. نه خیر فراموش نکردیم. همه چیز آماده است، تمامش آماده است و تو با همین لباس همراه ما به نان خوردن میری؟ آره تو مرا حتما به کدام رستوران بسیار عالی میبری. اما تو رستوران؟ از خاطر تو خود امر ما راحت احساس نمیکنی. خیر است. خفا نشو مقبولی ما به هر دیما کافی است. تو نشر سر افتخار کو. بله این مقبولی تو به هر دیما کفایت میکنم. میفهمم، همین هستم که تحملت میکنم. خب دیگه چرا استاد هستی؟ حالا دیگه بسیار یک غذای مزه‌دار است. نوش جانت. ما ای را با دستای خود آماده کردیم. بیبی چقدر مزه‌دار شده. بیا دیگه بیشی. قسمی که از چهرید معلوم میشه. فکر میکنم که این غذا زیاد خوشت آمده و این میزم خوشت آمده. ایران ماندی نه؟ چرا فیلم مرغ چرت میزنی؟ حالا دیگه بیشی. بیا بفرما بیا بیشی. نوش جان کو. بیا دیگه. این نیش پیاز تازه میخوایی؟ کاملا تازه است. من ایره بسیار دوست دارم. مادر ما و شما با هم شباهت داریم.
بله شباهت داریم، اما تو از مکد مقبول هستی. البته که نیستم. شما زیادتر مقبول هستین. من همیشه میخوایم مثل شما باشم، مثل شما مقبول، خوب، با صبر و قوی. ایره ببین، من قدر خوبی ها ندارم. معلوم دارست که همه خوبی ها رو دارین. وها آقا آزادم انتخاب خوبی دارن. این گپ دیگه از کجا شد؟ این گپ ها از کجا یاد گرفتی؟ تو همراه مادر چه قسم گپ میزنی؟ علی بیا در جان. آقا آزاد بگو آزاد. علی را پیدا کردم ملکه. آلو را به پلیس تسلیم میکنم. باز به قصر بیاییم. شما در قصر هستید؟ بله ما منتظر تو هستیم. آقا آزاد ما در آدانا خانه های بسیار مقبول پیدا کردیم. وقت آمدین به شما نشان میدیم. درست است. فردا میریم و یک خانه میگیریم. مادر ببینید، فردا آقا آزاد بیکار است، ما اونجا میریم. از خوشی زیاد کم از پرواز کنه. بعد از یه همیشه پرواز خواهد کرد انشالله. او را دیگه هیچ کسی آزار داده نمیتونه. درست است ملکه، با امید دیدار باز میبینیم. علی جان، اما قدر بس از دیگه. علی بخیز دیگه جان. لعنتی، حالا تو را از کجا پیدا کنم؟ احمقای بی غیرت، او قدر نفرا بودن یک آزاد از بین بردن نتونستن. حالا چی خود کردیم مادر؟ از آزاد خدا چه قسم نجات داریم؟ طرف ما بیبی اگه آمدم دست و پایت میده میکنم ها. برین در یک جای دیگه بازی کنه. چهریتانه معلوم میشم مادر. دوران بیبی بچه، هر کاری که میکنی بکو، اما ما را از آزاد نجات بده. اگر نه تمام زحمت های ما هدر خود رفت. به کس دیگه می کار نسپار، خودتی کار حل کن. اگه پیداش کنم باز حل میکنم. درست است میفهمم. با هم همه رو پالیده میرم دیگه. اگه ببینمش دیگه زنده نمیمونه. آزاد آخر دگیرم آمدی. ای بار حتما تو از بین میبرم. فاطمه، کدام کاری است که من امرت کنم؟ نه خیر، زنده باشی خانم زمرد. ما هر کاری که کردیم به خاطر بچیم بوده، به خاطر نجات او انجام دادیم. ما محمودو، ما به خاطر بچی می کارا را کردم. اما من کاملا اشتباه کرده بودم.
امو وقتی که به هدیه خانم دادمش اشتباه کردم. کاش که امو تو غریبی رو امراش قبول میکردم. کاش که بچیم امرایم می بود، ولی یک شخص با وجدان و صادق به بار می آمد. این قسم فریب کار نی. شما مثل یک آزاد بچه پرورش دادین خانم زمر. حال هرقدر که سرش غرور کنین کم است. ما از شما میشرمم. وقت درباره کارهای بچیم فکر میکنم. بسیار میشرمم. امشب آزاد خانه میایه فاطمه. برش یک چیز مزه‌دار پخته کن. دخترم بسیار زیاد شد دیگه. بس زیاد آرایشم کردی. لطفا قلب من اشکنانه. ببینین چقدر مقبول شدین. درست است حالا. بس از دیگه مقبول شدم. حالا دیگه قسم ادامه دادن نمیتونی. هر بار گناه میکنی علی. و حالا تو دیگه یک بچه داری. اگر درباره خود فکر نمیکنی حداقل درباره او فکر کن. به خاطر خوبی او از عادتهای بد خود منصرف شوی جانم. وقت جزای تدیدی باز آزاد میشی. بعدن باز برای خود یک زندگی جدید خود ساختی. و فکر نکن که در زندان تو را چیز خواهد شد و کسی به دیدن نمیآید. او وقت وضعیت پدرم فرق میکرد. امرای او بیادرش خیانت کرد. ما به خاطر تو جان خود فدا میکنم علی. ما همیشه امرایت میباشم. ما هم متوجه تو هم متوجه جمال میباشم. ما یک بار غذا آماده کنم باز بیایه او احمق میبینه و بخورم. درباره کی گپ میزنی شازیه؟ تو بغیر از اوتیل دیگه چند احمق میشناسی؟ برام بگونی ملک خانم. باز چی گپ شده؟ او همراه اومده کده بود که با هم با غذا خوردن میریم. وقت رفتم سر گاز برام تخم مرغ پخته کده بود. احمق. او احمق بازم مرا فریب داد. بد شد ناقنده کدیم بیچاره. آره دیگه کم مانده. کم دیگه متحمل کن. باید بسیار وقت پیش میمردی آزاد. بسیار وقت پیش. ملکه تو هم یک بار ببین که درست پخته شده یا نه. بسیار مزه‌دار شده. دستتان درد نکنه. آزاده می غذا را بسیار خوش داره. زیاد وقت شده که پخته نکده بودم. و مالا باید بیایه دیگه. علی بیادر جان کم دیگه تحمل کن. کم مانده. زود شو علی. علی مرا رها کن. علی 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 به خود بیا علی. چشمایت باز کن علی. علی بیادر بیدار شو علی. حالا دیگه چشمایت باز کن علی. به خود بیا علی. علی
آزاد کجاست نامده؟ اگه گوش نشدن شربای شما آمده از برتان بیارم؟ نه خیر نه خیر، بان که آزاد بیاید همه ما یک جای نان میخوریم. بیبی کم مونده بیادر. شام میشه باید از اینجا ارقز میشه بریم. علی علی تو مرا گیر کردن نمیتونی. من از تو کده تیز هستم. تا حالا مسابقه خلاص نشده. دوران اونجا نری که گدال است. اونجا نری. تو مرا فریب دادن نمیتونی. استاد شو دوران، راست میگم. دوران من راست میگم بیبی. دوران دست من اینا نکنی آزاد. دست من اینا نکنی. کوشش کن که بالا شوی. آزاد دوران من نمیمونم تو را چیزی شوه. زود بالا شو. اینا نکنی. دوران آزاد من مادرم چیزی نگویی درست است؟ اگر نی با سرم قهر خواد شد. علی بله ملکه. آزاد تو کجاستی نامدی؟ ما منتظر تو هستیم. مادر جان بسیار غذای مزه‌دار پخته کرده. نوجین مادرم منتظر تو هستن. نمیخواین بدون تو نان بخورن. کم مانده ملکه، اما علی بیهوش شده. هرچی میکنم هیچ به هوش نمیآید. ضعف کرده. شما کجاستین؟ ما ورستم آمده شما رو میگیریم. در راه جنگل هستیم. کم مانده که به پل برسیم. بله آزاد ثبت نمیه. بله توی کارا کده نمیتونی. اسلحه را به زمین بنداز. آزاد کیس همراهید؟ اسلحه چی؟ دیگه چاره ندارم. آزاد لطفاً چشمایت باز کن. لطفاً. ترسیدی؟ احمق. البته که ترسیدم. چرا؟ ترسیدی که باز در خانه چی بگویی؟ نه خیر نه. اگه تو بموری کاغذ پرانو کی از درخت پایین کنه؟ دور شو. مرا ببخش. آزاد! آزاد خواهش میکنم جواب بده.
من هیچ وقت از دوست داشتن تو منصرف نشدیم. از ذهنم، از قلبم هیچ وقت را بیرون نمیتونم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خودت خواستی رازا، خودت خواستی. حالا راحت شده یا؟ جواب بده لطفا. آزاد لطفا جواب بده. آزاد خواهش میکنم جواب بده. آزاد. مادر چی شده؟ آزاد چیز شده. آزاد چیز شده. ملکه همراه آزاد گپ زدی و کجا بود؟ زهرا مادرت کجا رفت؟ چی شده؟ آزاد جواب بده زهرا، او کجا رفت؟ چرا اینقدر عجله داشت؟ مادرم همراه آقا آزاد گپ میزد. با آقا آزاد گفت که خودم برسانه که علی اینجا میآید. خب آزاد چی گفت؟ نگلیر کدام چیز شدن؟ نمیفهمم. مادرم صدای شلیک اسلحه را شنیده. بعد از او صدای آقا آزاد نامده. ما هی کارو نکردیم ولی بیادرت تو از بین بردی. ما هیچ کار نکردیم.
نمیتونم. آزاد خدایا تو باید کمک کن. آزاد آزاد تو کجا هستی؟ آزاد تو کجا هستی؟